سلام دوستان گرامی، همدیران عزیز، دانش آموزان و علاقمندان زبانهای خارجی، علل خصوص زبان انگلیسی. درسی 27 است اگر خطا نکنیم. خب یک لحظه ببینیم. درسی 29 بود است، معذرت. درسی 29 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب New Grammar Time 2، یعنی از کتاب New Grammar Time مجلد دوم. ما بلوگر تجه یکم لایک، سلام سوزین همه کسا و علیکم سلام، شکری خدا سوز تنج، شما سوزین تنجین، تشکر برای لایک، برای آمدن. یوگن تجه یکم لایک و علیکم سلام، خوش آمدین برادر یوگن تجه. خب دوستانی که نو میپیوندند به این افیر ما یا که بعدا تماشا میکنن، درس های ما از کتاب New Grammar Time 2 دوام دارند، یعنی زبان انگلیسی. New Grammar Time 2 یعنی زمانی نوی دستور زبان یا همون گراماتیک. مثلا درس گذشته درباره present continuous صحبت کرده بودیم. present continuous گفته یعنی زمانی حاضره دوامدار، یعنی اون چیزی رو که ما عین زمان انجام داده ایستیم. مثلا I am speaking من گپ زده ایستم. you are listening یعنی شما گوش کرده ایستید مثلا، یا اینکه you are writing یا اینکه شما نوشته ایستید مثلا. خب به مثل همین کتاب نیو گرامر تایم چخیلی گفتیم این کتاب تمام شود. از کتاب اینترچنج نیت داریم. کتاب اینترچنج قسمت اینترو. خب اینجا رو دیروز کار کردیم. بله خب فکر میکنم دارم اینجا رسیده بودیم. بله اینجا را کار کردیم و اومدیم در اینجا رسیدیم. یوگن تجه رحمت ادمین دسترخوان سلام با همه و علیکم سلام. دسترخوان چورم لایک، تشکر برای لایک. یوگن تجه کمکی خبر گیرین، رشته دوستی کنده نمیشه با نصیب انشاءالله. اوچه سمیه خان علیکم سلام. علیکم سلام دسترخوان زیبا خوش آمده. بلکسی سلام، پنجم لایک خوشخانه با بسم الله سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین. بلکسی و علیکم سلام خوش آمدین، تشکر برای لایکاتون. خب دوام موضوع درسی دیروزه است، یعنی present continuous. Look, write questions and answer. میگه که نگاه کن و بنویس سوال و جواب ها را. در اینجا یک تشریح کار کرده است، یعنی is the girl taking a photo? Is the girl taking a photo? یعنی میگه دختر صورت گرفته است. Yes she is. خب در اینجا نگاه کنین دختر در کجا هست مثلا. خب در اینجا هست، یعنی کرته زرد پوشیده است اگر دیسته باشین. خب این صورت گرفته است مثلا. خب رقم 2 اگر با هم کار کنیم، مرحمت یک جای کار کنیم. نوشتگی و نمایان هسته در اکران. چه اسمی خود سلام علیکم. شما چه خیلی نغزین سبشنی نخوندن. چه سبشنی نرفت یا نخوندن نمیدونم، ندیدم راستی. حاضر ای تلفن کم دیاره از کامپیوتر بینیم که آماده است.
در کامپیوتر اومده از تلفن از یک دقیقه ببینیم کن. اومده بود در کامپیوترم اومده در تلفن اومده بود است من ندیدم راستی. بخشش اوچای سمیه خان سلام علیکم شما چه خیلی نازنین و علیکم سلام شکری خدا سوزن تنجین شما سوزن تنجین خوش آمدین. خب با کی را جواب نگردوندیم کسی را اگر جواب نگردونده باشه معذرت. السلام علیکم پنجم لگ و علیکم سلام خوش آمدین. دلشاد جه آشخانه تیچه شما نظم شکری خدا خوب تین شما سوزین تنجین. خب خوندم همشه میرویم سراغ کتاب دوم. از رقم دوم سر میکنیم بلکسی آچای سمیه خان آشخانه دسترخوان زیبا دلشاد تیجه مرحمت کنه کو بفرمایین. مثلا یکم خیلی بود که the girl take a photo. خب همش جمله سوالی هستن. the girl take a photo جمله سوالی چه میشه is میاد. is the girl take a photo is the girl taking a photo یعنی زمانی حاضر در نظر دارن. خب خب کسی دیگه نه اومدن کمی نوشتم من اینجا مثبت نکردم به خانمش در تلفن. سمیه تجیب رسی و هشتم لایک سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین سمیه تجیب رسی. دلشو تجیب دو are the dogs jumping yes they are بله درسته. بلکسی are the dogs jumping yes they are بله درسته. مادر تجسترما السلام علیکم دوستان عزیز و علیکم سلام خوش آمدین اپای سیتورامو یوگن تجی هم سینفو کو شینوس کنین خطانه نامی من یعقوب دوستی عزیز یوگن درس زبان انگلیسی علاقه سر شد باز وقت شناسایی یکم وقت دیگه وقتش میرسه انشالله. دسترخوان زیبا سمیه خان شدم چند ساله اپا جون. خب اینجا جای شناسنوی نیست شناسشوی نیست که دسترخوان زیبا لطفا خواهش میکنیم اون کسی شناس شدنی باشه اینستاگرامش هم بداره خطش صحبت میکنه در اینجا شناس نشین. مادر تجه یعقوب بردار چه خیال دارین. کرته های ملی السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین کرته های ملی تشکری زیاد برای آمدنتون. کرته های ملی همین رو در صفحه استفاده میشود بهترین میشود. خیلی تشکر زیاد کرته های ملی بچه سمیه خان من 24 ساله پجان لطفا خواهش میکنیم. دسترخوان تجیج که السلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدین. دسترخوان زیبا نه گفتیم که جای شناس شوی نیست اینجا یعنی من از شما مایده من از شما کلان شما از قرغانته من از باختر من از دوشنبه شما از چپایف یعنی لطفاً جای شناس شوی نیست اینجا. در روز اول اعلان کرده بودم که سوالهای شخصی من از آشخانه خوش آمدین ما میرم اینجا خوش آمدین یوگن تجی سلام به هادن دهم لایک تشکر زیاد شوکت وزیر برای لایک موندن. کرته های ملی حاضر میمونم. خب تشکر. سد بای بالا در چیزی نوشتن خب کجا شدی؟ said boy how are you my dear classmate we are okay welcome said boy بفرمون در بلوچی سابشن نویسدن جیده good evening everyone and dear teacher good evening welcome. خب یاگن دوای اگنه جای شناس شوی نباشم علیم بله جای شناس شوی نیست. خوش آمدین. اگر به خاطر درس آمده باشین مرحمت از بری بالا گذارین گفتی اپای سیتورامو یا دیگر نفر رو میگن. اگر به خاطر شناس شوی باشه جای شناس شوی نیست. کرتای درسی انگلیسی بله یا باناتون باشه. سلامت باشین که یوگن تجه برادر عزیز خوش آمدین.
دسترخوان زبون بخشش معلم عذر زیاد. خب معلم بخشش درس دوم تیم. خب بله درس دوم تیم سوال شخصی را به بعد بگذاریم. رقم دو را جواب دادن گفتن که are the dogs jumping آیا سگ‌ها پریده ایستاده‌اند مثلا. خب اینجا را ببینیم بله سگ‌ها پریده ایستادند. yes they are جواب دادن. رقم 3 brain eat a banana خب جمله سوالی میکنیم میره is brain eating a banana no he isn't بله درست. خب دیگه صورت ها را نگاه نمیکنیم کی چوکا دسته فقط صورت ها برای ما چی فایده داره یعنی همون آدم ها یا که همون اشیا همون کار کرده استن یا نکرده استن. خب از پیش خودمون میگیم که کرده استن یا که نکرده استن همین خطا برای بالا ته نریم خاطر تنگ بودن وقتی درس یک هفته کمتر میده ترک نمیره. خب ایره جواب دادن. چهارم یک لحظه که کامنت رو بالا رفتن همه و چه اسم خود معلم بخشش در صدام خوبی رو خوندیم اینه تیمه چسبیدسته همه اینترنت چسبیدسته مادر تجسر ما خندیسته دلشو تجه is brain eating a banana no he isn't بله درست. دلشو تجه بلکسی is brain eating a banana no he isn't بله درست. یوگن تجه من 11 سال خوندم یکون چی نامختم نامی آموزم بخیر انشالله آشخانه با بسم الله sad boy ایمانم می چسبد از دیگر رو چسبیده استن اگر همه چسبیده است باشه خاموش کنیم. تجه خب کجا شد یوگن تجه گب نیست معلم تشکر نکه من میرم. خب sad boy is رقم 2 ها نه رقم 2 are میشود که sad boy are the dogs jumping مادر تجه ما چسبید مادر تجه ما ساز شد. خب 4 دلشو تجه is Zoe laughing با کجا شد yes he is رقم 4 بله درست. is Zoe درست. یوگن مادر خیلی در پناه الله باشین. بلکسی نه اکر در من سازه. خب نه ایمان نشش بیسته مادر تجه خیلی خوب باید رحمانی برادر سلامت باشین. خوش آمدین اپای مادر تجسترمو گب نیز استاد از من خفه نشایم نه خفه نیستیم یوگن نه دیگه افیر میرم مادر. خب مادر تجه نه سوز شد معلم. خب بخیر است. رقم 5 are the clowns wearing red shoes yes they are the clowns wearing red shoes بله درست بهترین. دلشو تجه تشکر. بلکسی 5 are the clowns wearing red shoes yes they are بله درست بهترین تشکر بلکسی. رقم 7 خب مادر تجسم یعقوب ساعت 1 افیر میکنم یا نه از یوتیوب. خب اگر بیدار باشیم میدرایم که اپای مادر تجسم مادر الفاویچه میدونی برادر یوگین پرسیدن اپای استرام میگن مادر الفاویچه میدونی. خب هفتم رقم 7 اون که جواب داد رقم 7 the mice sleep جمله سوالی کنیم چه خیلی میشه جمله سوالش. خب the mice sleep the cat run بلکسی رقم 6 is the baby looking رقم 6 جواب ندیدم is the baby خب is the baby looking at the clowns no he isn't آشخانه تیچه 666 شده بله 666 شدم 666 خب تو انگلیسی قطعی 666
set boy سوالا رو نشان ده استاد سوالا اینو میگن اینا دیار نیستن در اکران همین سوالا رو خب دیگر رو کو بگن اگر دیار نباشه با کانتر کلونش کنم کتابا مدت تجسر ها میدونم در دانشگاه خواندگی بودیم کرته های ملی موندم سبشه ساعت تشکر زیاد اپای کرته های ملی سلامت باشین یوگن تجه خنده ست بای دویم آر خب بله درست دویم آر می شود بله یوگن سوزگانه دل شد is the my sleeping بله درست نه کی بدوزی یک لحظه دل شد تجه is the mice sleeping کی دل شد تجه mice جمعی mouse است mouse یعنی موش می شود mice موش ها می شود پس ما باید چه جواب سوال طوری کنیم برای شکل جمع Black Sea is the mice sleeping no it isn't درست های مدار تجست ما ترکیش نگفتین کو ترکیش 666 یوگن نه ترکیش در کار نیست set boy is very love yes she long کی چندم جواب دیدین شما چهارم set boy چهارم باشه اگر is very laughing میشه laughing یعنی ing باید بگیره آشخانه خنده دل شده جه is a mouse نه کی دل شده جه شما ما درست فهمیدین شما مایسا با is آوردین در اونجا مایس شکل جمع برای شکل جمع باید ما از are استفاده کنیم are the mice sleeping میشود این خیلی میشود آشخانه یک لحظه آشخانه میلیون شوید انشالله نصیب یوگن ما میدونم کم بیش انگلیسی را حساب شد تا 1000 میدونم کم بیش گپ میزنم تمام بهترین کم بیش گپ زنن اگر بهترین بلکسی هفتم is the mouse sleeping no بلکسی ماوسز شکل جمع نمی شود شکل جمع موش مایس می شود وقتی مایس شد پس آر خطی میاد آر بلکسی هشت یشوت جه هشتم is the cat running yes it is بله درست شد set boy پنجم are clowns wear red shoes yes they are بله درست شد set boy بله درست پنجم یوگن ادمین درسی روزی بگذار چی درس در روزی بگذاریم مقصد گفتیستی در روزی مقصد روزی در کمو کار داریم روزی نمیتونم روزی در بلکسی هشتم is the cat running yes it is بله درست شد دل شد تجه are the mice sleeping بله بهترین انا ناو یفتش دل شد تجه are the mice sleeping no they aren't میشه no they are not یا که no they aren't مدار تجه in the cat run چندم جواب داشتین هشتم اپایسترام اگر جواب داشته باشین is the cat میشه جمله سوالی است is the cat running یعنی آیا گربه دویده است بلکسی هفتم are the mice sleeping بله درست شد آشخانه یوگن تجه روزی ایلی روسی من روسی نفهمید روسی ده نظر داره که روزی قطعی ده نظر داره set boy بگه چی ششم our baby look at ندرسته که set boy baby یعنی یک نفره وقتی یک نفر باشه r نمیاد r برای شکل جمع میاد برای شکل تنها یا m میاد یا که is میاد m برای جانشین شخصی یکم میاد یعنی I پس baby she یا he حساب میشه پس برای he she چی استفاده میکنیم یعنی is همینه is the baby looking at the clowns آیا طفل با مسخره بازها نگاه کردستان
یو گنتیجه چی خیلی نفهمیدم. ما هم سوال تا نفهمیدیم. یعنی درس تا گفته در روزی بگذارین یا که درسی روسی بگذارین؟ دستر خانم همینجا. خوب تشکر زیاد. خب این تمرین را کار کردیم. Looking at the picture in exercise 5 correct the sentences. یعنی میگوید با مشق پنجم با رسمی که در مشق 5 است نگاه کنین و جمله ها رو درست کنین. said boy are the mice sleeping. sleep نمیشود و sleeping میشود که said boy یعنی اونها خواب رفتن. یعنی حوزی همون کار حوزی انجام دادن مثلا. خب در جایی که the girl is talking to deaf. The girl isn't talking to deaf. She's taking a photo. یعنی مثلا دختر خاطی دیو گاب زده است میگه. در اینجا میگه که دیو گاب نزده است و صورت گرفته است مثلا. خب این هر لحظه بالا بریم بیایم طوری نمیگیره. پس همین جمله ها رو بیا همشه جمله هایی چی میکنیم این کاری میکنیم. میشه من خیلی. یعنی مثلا یا کنیم the clowns are wearing black shirt. ما باید بگیم که مسخره بازها مثلا مایکه سیاه نپوشیدن. در اینجا میگن که پوشیدگی هم ما باید بگیم که نپوشیدن. همشه جمله منفی میکنیم. بیا رفتیم. خب دلشده the clowns aren't wearing black shirt, they're wearing yellow shirt. بله بهترین black سی. The clowns aren't wearing black shirt, they're wearing yellow shirt. بله یوگین رحمت آشخانه بهوده نمیگویند که دوستان آینه یکدیگرند. خب رقم 3 رقم 3 آمده. رقم 3 میگه Brain is drinking lemonade. یعنی brain لیموناد نوشیده است. یعنی نوشوکی لیموناد نوشیده است. ما باید بگیم که وای ننوشیده است مثلا. این جمله منفی میکنیم. جمله را منفی میکنیم. جمله اینکاری. آشخانه واسه یک انتجه آینه. خب دلشده Brain isn't drinking lemonade, he eating sandwich. درست بهترین. Black Sea Brain isn't drinking lemonade, he eating sandwich. درست بهترین. سلامت باشین. رقم 4 که یوگن لطفا خواهش میکنیم وقت اسمایلی موندین در حال کور کنین یک مشکل نمونین بهتر میشه. said boy is the cat run چی؟ هشتم is the cat run yes it is. شما گجرات کار کردید. شما باید شاید چیزی بالا رو کار کردید نه؟ تمرین بالا 8 is the cat running is the cat run شما نوشتین is the cat run نوشتین is the cat running میشود. yes it is. خب در ماشخانه چی نام داریم شما؟ یک انتجه با آغاز کردین چرا؟ شناسایی را دلشده 4 the acrobats aren't jumping they climbing on a rope. چندمه ای؟ 4 the acrobats are jumping the acrobats aren't jumping. بله درست بلکسی. خب یوگن گفتن نمیخواهین. خب کد دست بالا کن. یوگن تیجه خواهش میکنیم لطفاً خواهش آشخانه شما نیز. بلکسی پنجم the baby isn't sleeping he crying. خب پنجم the baby is sleeping the baby is not sleeping. بله درست. خب دلشده
The baby isn't sleeping, he crying. خب یوگن تجه کور کرد معلم. خب سلامت باشین. یوگن تجه چرا نمیخواین؟ خب پنجم کور کردیم، ششم کور کردیم، هفتم Dev. Dev is reading a comic. Dev is reading a comic. خب ششم Zoe isn't crying, she laughing. خب درست. لکسی ششم Zoe isn't crying, she laughing. درست. یوگن تجه شما چند خطاگی های مرا یافتین؟ یکم آدمی که خطاگی های مرا مییابد. خب هفتم، در هفتم رسیدیم. خب Dev isn't reading a comic, he drinking Lexi. Dev isn't reading a comic, he drinking lemonade. خب یوگن تجه خیخت. خب خوش آمدین که یوگن تجه. خب رقم 8 مانده، 8 آخران. دلشو تجه The dogs aren't running, they jumping. خب بله. خب ایسا پگا بگیریم چی؟ پگا بگیریم ایسا خیلی هسته. Said boy the clowns aren't wearing black t-shirt. معلم التماس یک دو سوالم جواب گیرم میرم بخدا. سوال درباره درس باشه اگر بفرمایین. یعنی اویدی درس باشه اگر اویدی زبان باشه بفرمایین. یا اون کسایی بین یمی همسینفوتون جواب داده بتونن جواب میدیم. Let's see, the dogs aren't running, they یوگن اینا معلمم با جنگ کردن شروع چی؟ اینا معلمم با جنگ کردن شروع کرد. من جنگ ندارم هیچ کس. من گفتم که درس ما قاعده و قانون داره. مثلا درباره صحبت‌های شخصی ممکن است گپ زدن، درباره سیاست ممکن است، درباره سوال‌های دینی ممکن است. اویدی درس باشه اگر مرحمت کسی که چی گپ داره زدن میگیره. یعنی ایما نپرسن ما خفه نیستیم بین همدیگرتون نپرسین مثلا فلان کلمه چی معنی داره چیه میتونید صحبت کردن. دلشو تجه معلم اگر ناراحت باشین فردا کنه میشود. یوگن دلشد و تو تاجیکی said boy brain isn't drinking lemonade. said boy نوشتن. یوگن گپ ندارم انگلیسی را زور می نیسته. خب دوستان گرامی انا تمرینم کم مونده است لیکن ما کم ترک مونده شدگیم راستی قریب 5-6 ساعتی در این نزدیک کامپیوتر شدگیم. خب پگا بگیریم ایراد چی اگر اجازه باشه پگا بگیریم و موضوع خیلی دراز بوده. موضوع دیگر سر میشه بعد نیست. خب در اینجا اکتفا میکنیم. said boy the baby is not sleeping. درست بله. یوگن تجه آشخانه روز ما و تو برو پرو میزنیم. امروز خیر استاد بخشیش خوب با که نداره بخیر است. خب بلکسی اگر اینجا باشین که یکون کس بخوا گرفتن یکون خال گرفتن اگر باشد نویسین بعدا افیر قد کنیم 9:45 افیر قد میکنیم. حاضر ساعت 9:40. said boy Zoe isn't crying.
شما علامت سوال موندین در اخیر که set boy. اگر جمله سوالی باشه اگر is Zoe crying می شود. crying یعنی آیا زوی گریه دارد. اما در اینجا اگر جمله منفی باشد پس نیاز به علامت سوال نیست. یعنی زوی isn't crying یعنی زوی گریه ندارد. تمام. یوگن برای درس ویرون کردن بوکی ندارد. خب کی بلکسی کو امی جاستین یکون باها گرفتن ای برادر خواهر و اپا باها گرفته باشن اگر بگیشونه بعدا افیر آستا خط کنیم. یوگن تجینه معلم خواهش نکنین ما گناهگارم. تمام خیلی استاد خدا نگهبانتون باشه. خب بخیر است انشالله. set boy هفتم Dev isn't reading coming. باز علامت سوال موندین که set boy اما علامت سوال بگیرین جمله درسته. یعنی Dev مجله های شوخواه خاندوار مزحکوی نخونده است. بلکسی دلشاد 13 بلکسی 13 set boy 6. خب دلشاد با آتون 5 set boy 4. خب بهترین دلشاد تجه کم بیش میدونم اکا یوگین کوشش میکنم که بهتر خوبتر یاد گیرم. بهترین set boy the dogs aren't running they jumping. set boy شما یا که اینترنت تون سسته یا که خطون مثلا در نوشته استین. یعنی نگه که ما کتاب چند قط کردگیم کامنتاری شما نو آمدن و هم خاطر ایما خفه نشین که ما کامنتاری شما را در میخونیم. یعنی نگه کنین که برادران ما شاهد هستن کتاب قریب 1 دقیقه زیاد شد بگیم پوشیدن شد که کتاب برآمدیم در داخل یوتیوب قرار داریم اما کامنت‌های شما نو آماده است. خب دوستان گرامی در همینجا افید امروزه را به پایان میرسانیم و باز فردا ساعت 8 یا 10 تا کم 8 باز با میخریم. هر روز ساعت 8 زبان ترکی داریم و هر روز ساعت 9 زبان انگلیسی داریم. موفق و مؤید و سربلند باشین. ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. شب خوش به همتون. iyi geceler. Good night to all and see you next class. Thank you so much. Rahman ve Alim Khudahafiz. Thank you teacher. Goodbye. Teşekkürler öğretmenim. Görüşürüz. Спасибо учитель. До завтра. سلامت باشین که دلشاد تجه خداوند نگهدارتان باشه. Goodbye. Good night. Görüşürüz. До свидания. До встречи. یوگن بهترین برادر ما ای درسی انگلیسی ویش نه میگرفتم ای ایلوگی همی قشم یاد گرفتم. بهترین کوشش کن همشه میشود چی همتون ده سلامت باشین. Blacksy teacher good night. Thanks for lessons. You're welcome Blacksy dear brother. Good night and see you next class or see you tomorrow. Okay, bye bye.